از وجود اردوگاه‌های تربیوی در چین جهانیان بار اول سال 2017 خبر یافتند. به اطلاع سازمان‌های حامی حقوق به این مؤسسه‌ها اساساً اقلیت‌های مذهبی مسلمانان یعنی اویغورها، قزاق‌ها و قرقیزها را می‌فرستند. بندیان سابق اردوگاه‌ها قصه‌های ترسناک را از آنجا نقل می‌کنند، از جمله درباره بدرفتاری‌های پیوسته، تجاوز جنسی و بی‌ضرورت کردن بندیان. مقامات رسمی چین تمام این ادعاها را بی‌اساس می‌نامند و می‌گویند اردوگاه‌ها نه زندان بلکه مرکزهای تعلیمی و بازآموزی و یا اختصاص آموزی هستند. همه این مؤسسه‌های تربیوی در ولایت شینجان اویغور چین بودند و برای 1,000,000 نفر پیش بینی شدند. سال 2017 بازفید نیوز یک رسانه اینترنتی خریطه این اردوگاه‌ها را تهیه کرده گفت که شماره آنها بیشتر از 260 عدد است. بعضی از این اردوگاه‌ها را یک بلاگر چینی پنهانی ثبت کرده است. این بلاگر با نام مستعار گوان میگوید خبرنگاران خارجی به شینجان به آسانی راه نمی‌یابند. برای همین گفتم که چرا من نروم. بلاگر با بهانه سیاحی سفرش را در شهر خمی آغاز کرده است و در اینجا گویا رهگم زده و از نزد اردوگاه با ماشین گذشته و ثبت کرده است. این بنای دراز سیمخوار کشیده اردوگاه است و در درآمدگاه شعبه 13 بازداشتگاه نوشته شده است. این بناها در نقشه‌های راهنماهای چینی عموماً وجود ندارند. نقطه بعدی سیاحت ناحیه قزاق‌نشینی خمی بوده است و بلاگر چینی در اینجا دو بنای شبیه اردوگاه‌های تربیوی را پیدا کرده است. یکی مرکز تعلیمی اختصاص، دومی بازداشتگاه. یک از این بناها را از دوری ثبت کرده است که دیوارهای بلند و مناره‌های نظارتی دارد. بلاگر چینی از نزدیک آمدن به این بنا ترسیده است. فکر کردم که اینجا جای خوبه برای نواربرداری است، ولی بعداً فهمیدم که اگر نزدیک روم در زمین خالی مرا به آسانی می‌بینند. بلاگر در شهر اورمچی چند اردوگاه احتمالی را پیدا کرده است، از جمله این اردوگاه عظیم را. راه وسیعی که در اینجا میبرد در راهنماهای چینی اصلا وجود ندارد. در کنار این راه بنای شبیه زندان است که 1 کیلومتر طول میکشد. دیوارهایش 8 متری اند. پاسگاه‌های پلیس و مناره‌های نظارتی دارد. معنی یکی از شعارهای دیوار اصلاح از راه کار است. برای دیدن یکی دیگر از اردوگاه‌ها بلاگر چینی به بلندی یک باغ برآمده است که از آنجا بناهای اردوگاه نمایان هستند. در دیوارها کامرای نظارتی نصب شدند. کسی را در داخل نمی‌بینید. در بام‌های بناها پنجره‌های روشنایی گذر هست و شاید بندیان را فقط برای هواخوری همانجا می‌برند. در ناحیه دبنچن به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس بزرگترین اردوگاه در چین و شاید در جهان جایگیر است. در این اردوگاه تا 10,000 نفر جایگیر می شوند. هیچ امکان ندارد که بلاگر چینی خود را در اینجا سیاحی رهگم زده وانمود کند. هیچ جای پنهان شده نمی‌توانید. برای همین از بلندی نوار گرفتم. ترسیدم که از جای خیزم مرا می‌بینند. گوانگوان اینجا اردوگاه نو خالی را پیدا کرده است. آن را در همسایگی مرکزی تربیوی ساختند. بلاگر از ترس به آن نزدیک نشده است. در عموم گوانگوان 8 شهر شینجان را گشته و 18 اردوگاه تربیوی یافته است. از بس که بلاگر خودش را هم در ویدیوها نشان می‌دهد، کاربران از امنیت و برخورد مقامات چین با او نگران شدند.